سلام خدمت شما دوستان. امروز یک آموزش دیگه در خدمت شما هستیم. امروز میخوایم برش دیفیوزر یا تقویمات لاینی رو براتون توضیح بدم. بچه‌ها سعی کنین همیشه زمانی که پروفیل رو برش میدین حتما همونجا با دستگاه دیفیوزرش هم برش بدین، یعنی برش فارسی بر بدین. اگه نشد سر پروژه خواستیم برش بدین، چند حالت داره. اینکه شما دیفیوزر رو بذاریم روی لبه فارسی بر، سر و تهش رو علامت بذاریم به این صورت. بعد با گونیا جایی که الان گذاشتین رو بذارین و با تیغ کاتر نو باشه ترجیحاً 2 الی 3 بار خط میندازین به این صورت. حتما با کاتر باشه، نه سیمچین نه چیزی دیگه، چون کل کارتون رو خراب میکنه این و این لبه ها رو دندونه میکنه. زمانی که برش زدی خط انداخته با کاتر، اینو به این صورت خم میکنی، از اونجا که خط انداختی میشکنی قول معروف. بعد این نکته اینجا اغلب برش نمیخوره، حتما این تیکار باید با سیمچین برداری به این صورت. خب حالا یک مدل دیگه هست، حتما باید خود دسترسی به پروفیل ندارین، میخوام خودتون فارسی بکنین. چطوری میشه؟ شما اول اینو باید به قول معروف گونیا برش بدین. شما باید اینو به قول معروف به صورت گونیا برش بدین، یعنی تنظیم میکنین قشنگ مماس به مماس هموار باشه. 2 تا 3 تا خط عمیق و تیز می‌بینید، خط صاف، 2 حالت قشنگ برش برد. حالا برای اینکه فارسی بر بشه شما می‌بینید چیکار می‌کنید؟ عرض اینو می‌گیرید، مثلا این میشه چند؟ این 25 میل به قول معروف 2.5 سانت. ما هم چیکار میکنیم؟ یعنی 2.5 سانت رو اینجا علامت گذاری میکنیم. این صورت 2.5 سانت. خب میخوام فارسی بکنم. اونجا که علامت زدین رو با کنج این ور حالت این صورت کنج تا کنج میگیریم، برش میدیم. دوباره تلق به این صورت انجام شد. خیلی تمیز و شیک. این شد الان فارسی بر. خیلی ممنون.